با نزدیک شدن عید رمضان تکاپوی مردم در بازارها بیشتر شده است. مثل معمول بیشتر زنها خرید عیدانه میکنند. از قند و میوگی تا نوشاکی و شیرینی های خانگی. بیشتر چکچک، اوزق، نیم پختپزایی که در خانه پزیده میشد همچنین ارزان میغلطن نسبت که می خرید تیار میکنی یا ارزان میغلطن. شما در پیش از عید نقشه یک ماهی کاراتون اجرا میشه؟ یک ماه نه 2-3 ماه. نوابسته از نرخ و نوا ساکنان تلاش میکنند محصولات مورد نظر خود را خرند. حتی عادی ترین شیرینی ها را اکثریت در خانه نپخته از بازار میخرند. نه وقت نیست. خانه دا کلنو کارتا. نوا چی کل است؟ سوس. ولی وضعیت در رسته گوشت فروش ها ساز نیست. علاوه حتمی چرب در هر کیلو گوشت اکثر وقت با جنجال خریدار و فروشنده انجام می شود. سوداگران می گویند چرب را هم همراه گوشت خریدند و باید یک جا فروشند. کلنچ خیلی خوش خواه بیروغم گا بیروغم. همه 50 سال زمان کافیه. 50 ولی 50 گرم حتمی. خریداران نمیخواهند با نرخ گوشت چرب خرند. امروز گوشتخواری اومدم حاضر. گفتم گوشت میگیرم میگن در سر 1 کیلو 200 گرم روغن قش میکنم. این روغن ما چیکار میکنم در یویگار. من در روزی نشیز نگرفتم میرم به گوشت خونه میرم. مثلا نرخ نوش در 40 سم با روغن نمیارزه. حقوقدان ها این عمل فروشنده ها را نقض حقوق خریداران میدانند. در نزد بازارها یرمرکه های محصولات خوراکه تشکیل شده است. هرچند ارزان است ولی خریداران از پست بودن صفتش شکایت میکنند. 1 کیلو گوشت 40-45 سو. گوشت گوبا میپویان زردالو چی؟ 1 کیلو زردالو 510 سوم فروخته شدین. انصاف در کجا باید؟ انصاف نیست. هرچند مقامات مردم را برای تنظیم دسترخوان دعوت میکنند، در روزهای پیش از عید همانا از انبوه آدمان در بازارها به قول جای سوزن ماندن نمی شود. به نظر می رسد که دسترخوان مردم مثل نرخ و نوای بازار تنظیم شدنی نیست. شادمان یتیم، اسکندر فیروز، آزادی دوشنبه.